بچه‌ها تو رو خدا خوش میگذره. ماشاءالله. چطوری؟ چه خبر؟ بابا باز که منو شرمنده کردی. ببینم خوشگلا این وقت شب بیرونی برگشتین خونه باباتون بهتون گیر نمیده که نه؟ این کار اشتباهه. زحمت کشیدین واقعا دستون درد نکنه. ای بابا همیشه که منو شرمنده میکنین. قربونتون برم چقدر میگم برای من کادو نیارین. بچه ببخشید راستی امروز صدام یکم گرفته بود نتونستم اونجوری که دلم میخواد به صدای قشنگم مهمونتون کنم خصوصا تو رو خوشگله. بچه آماده شدین دمنوش ما؟ آماده است. ای قربون دسته عشقا تکون نخورین ها من الان برمیگردم. نجات بده ما رو دیگه 2 ساعته. خشایار خسته نشدی؟ سلام. علیک سلام. ای وای چه چشه خوشگلی. لنزه. اصل چشه چه رنگیه؟ قهوه‌ای. میدونی من عاشق قهوه‌ای ام. یاد درختی گردو میافتم. بوی قهوه، بوی کارامه. همین یه روشو بلدی؟ آمار همه اونایی که خامشون کردی و دارم. مثلا اون روسری نقره‌ای که کنارت نشسته بود یا اون مانتو سفیده که روسرش گلگلیه. قشنگ میدونم چجوری خامشون کردی. هر کی میاد اینجا با پای خودش میاد. هیچ کسی رو زور نکردیم. هر کی هم میاد اینجا میشینه دوست داره این حرفا رو بشنوه. تو مشکلت چیه؟ مشکلم اینه که دل دزدی. دلت خوش به یه گوشی فیک و یه تیشرت و یه ساعت و این آتاشخاله که اینا برات میخرن. پیشنهاد بهتری داری؟ آره خب. یه کار خوب. کار خوبه. فقط بیا حرف آخر اول بزنیم. مایتیلش چقدره؟ خیلی. هر چقدر که دلت بخواد. خیلی از نظر ما و خیلی از نظر تو خیلی فرق میکنه. یه موقع دیدی گفتم 1 میلیارد. همین؟ واقعا ته عددی که بلدی همینه؟ خوش آمد. کارت ندید قبوله. من که نگفتم کارم چی؟ فکر نکن حواسم بهت نبوده. تو این 1 ماه اخیر 3 بار اومدی اینجا. میخوای بهت بگم کجا نشستی؟ شماره کفش منم میدونی. دندونامو خوب شمردی. پیشنهادت قبوله فقط به یه شرط. خلاف نباشه. اگه قول بده خوب کار کنی قول میدم پول خوبی گیرت بیاد. قول میدم خوب کار کنم. خوبه؟ خوشگلا. چطوری المیرا؟ مرسی. بیزونی؟ شکرم آقای قشنگ. یه نگاهی بنداز ببین کدومش به درت میخوره. بقیه‌اش هم بده به این. ببین عروسکی که اصلا به درد نمیخوره. این عطرم که فکر کنم پسرانه باشه. بله همش پسرونه است. دیگه برای من برسید آورد. دستشویی کافی شاپ 400 تا از اینا دیگه آورد. پسرونه است میگه بذار تو دستشویی کافی شاپ شکم سیر شدی واسه من. ببینم تو رو چرا بد اخلاقی؟ داداش کلافم اجاره یه ما عقب افتاده دخل و خرجم نمیخونه. چیزی میگی انگار ما اینجا نیستیم. بفرمایید. فقط یه جوری ازش پول بردار تهش 1 میلیون واسه من بمونه. هر وقت اینجوری میگه یعنی یه تومن باید براش بریزی. بیا بابا نمیخوام. بیا و خوبی کن. تو امروز یه کار خوب کردی یا یه مسیج خوبی دادی؟ ما اینیم دیگه. ببینم راستی چی کارت داشت؟ کار خوب. آفرین. هر وقت میگی کار خوب دست و پا میلرزه خشه. جدیدن خیلی قور میزنی ها. تو بگو ببینم چه خبر؟ ببین این هفته 3 بار اومده. میبینی اینم 4 بار اومده. اگه شناختی زیاد تحویلشون نگیره چون اصلا مایدار نیستن. بعدش هم این هفته جای قول ندین چون که مهمونی دعوت شدیم. یه هالووین یه بال ماسکه. پنجشنبه و جمعه. پنجشنبه و جمعه. داریم؟ این طلاه؟ آره دیگه طلاه. برای من که کسی بدل کادو نمیاره. خیلی قشنگه. آقا خشایار با این کارات هم سر خودت به باد میدی هم کافی شاپ منو. یکی میاد سمتت یه آمار ازش در بیار بعد مخشه بزن. میدونی این دفعه سراغ کی رفتی؟ سراغ عمه مصطفی خرزن. نه واقعا؟ بابا داره شلوغش میکنه. خودم فهمیدم کیه بلاکش کردم. خوب کردی. همین بلاکش کردی. میشناسی یارو سلاخ خره. هر کی تو تهران شهر میکنه میرن دنبال این. بعد تو رفتی مخ عمه اینو زدی. نکنین دیگه بابا. منو با تیم مسائلی که بهم ربط نداره نکنین. آمار گرفتن کار همسر جنابالی بوده خلاص. ای بابا به من چه؟ لابد بخوای شجر نامچه یارو هم در بیارم. نکن دی ان ای هم از من میخوان. چه میدونم والا به شوهرت بگو. المیرا این که لپره که
بابا این اصلا دست دوه از دست فکر دومی بخوره تو سرش، این اصلا بدله که. خشایار قبول کن دور تو نیست، دور شهلاست. روشات قدیمی شده دیگه جواب نمیده. بگو دیگه شهلا خانم دیگه، حالا چه اشکال داره؟ این یه بار دیگه اسم خواهر منو بیاره این پرتقال وسط دنداشو وا میکنم ها. همین شهلا خانم اگه نبود مصطفی خرزن تیکت کرده بود. باشه بیا فالووراشو ببین، 1 میلیون هم رد کردن. بیا دیگه. واقعا؟ بابا مزخرف داره میگه 1 میلیون کجا بود؟ جعلی 1 میلیون فالوور داره. آقا بیا بده ببینم. بفرمایید. بده ببینم. کو 1 میلیون. یه فالوور. این فیک زده حتما مثل این بازیگرا. 1 میلیون کجا بود؟ نه آقا پیج شهلاست دیگه. راست میگه. این مصطفی خرزن واسه چی فالوش کرده؟ حالا دیگه چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، شهلا قراره یه کلیپ برای کافی شاپ من و الیمیرا بسازه. از این حرفا نشنوم ها، رفاقتمون میریزه به هم. تولد داریم. چه تولدی؟ آقا سیروس بزرگ محله منیریه، سرچشمه، چاتوناگا، خلازیر لطف کردن، منت سر ما گذاشتن، امروز متولد شد. آقا سیروس ما تنها تو نمیذاریم، از کنار برج ایفل تولدتون رو تبریک میگیم. خیلی از ما دور نیستینا. هات عالی شد شهلا جون، عالی شد. برج ایفل میندازم بک 50 کامیره رو فالوورات. خیلی خب خوبه، بدو بریم بسته ها رو ببندیم. شلا چطوری بچه؟ چه خبره؟ چه خبره اینجا؟ این چه سر وضعیه واسه خودت درست کردی؟ این میخوای بری با آلماسکه؟ به تو چه؟ بنکل مسخره. برای چی رفتی پارچه کوبیده به دیوار صابخونه؟ تونشو من باید بدم. تو مگه قرار نبود بهش چک صابخونه رو بدی؟ برای چی نرفتی بدی؟ با مادرش صحبت کردم 2 ماه بهم فرجه داده. خودش زبون نداشت رفتی با ننش صحبت کردی؟ خجالت هم نمیکشه. رفته واسه پیرزن 70 ساله توت فرنگی خریده با خامه. عجب دنلق یه پیرزنه. ببین بحثا رو با هم دیگه قاطی نکنین. این جنسا رو تو کارتون بیارین بیرون بزنین تو کابینت. رفتنمون از اینجا کنسل شده. یه شغل نون آبدار پیدا کردم. راست میگی؟ مبارکه چی اینجا میشه هست؟ دیگه. چقدر خوشگل میشه اینجوری. گناهاتو تزریق کردی. بردار عینکو ببینم موجه کاشتی نه؟ دستشو خوندم. وای شهلا دلت میاد به این بعد اینطوری بگی؟ کاش همه مردای دنیا مثل این حرف میزدن. میشه یه کلاس بذاری براشون؟ خدا کلا از اینا یه دونه آفریده، خط تولیدش هم منحل کرده. چون اگه 4 تا از اینا بود کلا دخل جهان اومده بود. دخل جهان همینجوریش هم اومده. تمومش کنین دیگه. مردیم از گشنگی. خالیش کن. نه خیرم، من و منیر جون با هم دیگه آپارتمان گرفتیم، میخوایم دوتایی بریم مجردی زندگی. میزنم دور سرت بپیچه دور تنت تا مجردی با این. این خودتی. برگشتم میشه تو این کارتونا نباشه. گفته باشم. برو بابا. اعصاب نداری. ببن بسته بندی کن. چشم بزن. چیکار میکنی؟ یا گیر کردی فقط به این یه تیکه 2 ساعته؟ تمومش کن دیگه، استخر باید پر کنی. واقعا اون چقدر سنگینه که انقدر آروم راه میری. حتی باید 60 نفر رو بریزم اینجا بیان این کارا رو تمیز کنم. برای 4 تا دونه کار اقدس شا قربونت برم این بیرون رو همش نکشون داخلم تمیز کن. اما کتو کول نیفتی اینقدر سنگین بلند میکنی. ای بابا اصغر آقا به خدا اینجوری کار کنی تا صبح تموم نمیشه. این ظرفا رو شستی قشنگ لکه‌هاشو بگیری یا لکه نبینم بهش. اکبر اون سیم لخته حواست باشه. اکبر ماشینم از اون مدل بالا هاست پذیرو. حالا نمیشه نری شما؟ از قول من بگو بعداً بمیره. خب من امشب دوستت داشتم. مزاحم اومد. اول تو قطع کن. به روح خاک مادر بزرگی اگه بتونم تو قطع کن. قطع کرد که چرا که اینقدر هوله؟ به نظرم بهتر بود تو اول قطع میکرد. ای بابا دایی به خدا خجالت نمیکشی؟ این همه کار داریم 2 ساعته دارم صدا دایی میکنم. جون. الان این پسره میاد وایسادی داری با تلفن حرف میزنی.
ای وای، یه دفعه اینجوری نیا بیرون، دل آدم هوری میریزه. میدونی در وا کردم یاد چی افتادم؟ یاد کارتونای دوران بچگیمون. در قلعه اینجوری وا میشد، دوربین حرکت میکرد سمت شاهزاده قصه، سیندرلا یا سفید برفی. به نظرم به تو سفید برفی بهتر میخوره، چون اینجوری میتونم خودمو به 7 تیکه مساوی تقسیم کنم، عین 7 کوتوله هم اینجوری دورت بگردم. بس اینقدر زبون نریز. ببینم خوشگله، تو چشات لنزه؟ اونی که قرار باش کار کنی من نیستم اینه. این عکس مال 8 سال پیشه. یه 8 سالی از خودم ندیدمش. الان آمریکا زندگی میکنه. میگن داره میاد ایران. شنیدم جدیدن یه چند تایم عمل جراحی رو صورتش انجام داد. جراحی کردی اینقدر بد ترکیبه؟ ببینم این واقعا اینقدر زشته یا داره ادا در میاره؟ اسمش چیه؟ اسمش بلقیس بود. از وقتی رفت آمریکا اسمش کرده آنابل. من تو کار آل و جن و اینا نیستم. این گرازی هم که نشونم میدی احتیاج به یه شکارچی داره. یکی از رفیقام با زبلخان آشناست. شماره‌شو میدم با هم هماهنگ شیم. اصلا آدم با مزه نیستی. تا حالا بهت گفتن؟ بشین اینجا. اما کار مهمی که جنابالی باید انجام بدی ازدواج با این خانم محترمه. ببینم ازدواج رسمی که منظورت نیست. چرا دقیقاً؟ ازدواج رسمی. یا بوره بابا اشتباه گرفتی. مثلا ازدواج تو پلن کاریم نیست. من نهایت کاری که بتونم بکنم یه کاری کنم این دختره من خوشش بیاد. چه میدونم تهش این که عاشقم بشه. میتونم یه کاری هم بکنم برام خودکشی کنه ها، ولی فکر ازدواج از سرت بکن بیرون. پس چرا نشستی؟ پس برو. حالا کسی بهت گفته عصبانی میشی جذاب‌تر میشی؟ خدایه بذار اینجا. واقعا که اینه؟ من که از این خیلی بهتر بودم. اسم که خوب، اون به این قشنگی، صدا به این خوبی، چه اتکلون خوبی هم زدی. اسمش چیه؟ اسمشو نمیدونم اما شیشش زرشکی بود. تو باز رفتی سر عطرای من؟ هر زرشکی که عطری شما نیست که. تعریف میکنم. یه کمی دیگه ازم تعریف کن. خیلی خوب برو به کارت برس. آخرین باری که مادرم ازم تعریف کرد 2 سالم بود. برو به کارت برس. اینو یه بذار ذره چی دیگه ازم تعریف کن. اکبر طلا میگم برو به کارت برس. بذار اول یه کمی بوش کنم. آره تو رو خدا راستی 1000 تومن ازم تعریف کن. نه عجب برگیه این. خب نتیجه عرض کردم که خوشگله، من زن بگیر نیستم. حیف شد. میتونستی خیلی راحت 1 میلیارد پول نقد به جیب بزنی. بس ببینم. 1 میلیارد. بله تومن. قصدم این بود یه 100 میلیون بهت بدم، بقیه پای سفره عقد. اولین کاری که میکنی میری موهاتو کوتاه میکنی، یه سر و وضع درست حسابی موجه واسه خود درست میکنی. چرا برای من فاز گشت ارشاد برمی‌داری؟ گفتی زن بگیر، گفتم باشه دیگه. چی کار موهای من داری؟ حالا من شدم ناموجه؟ همین کی گفته؟ افسوس که گل رخان کفم پوش شدن، از خاطر یکدیگر کفم پوش شدن. آنان که به 100 زبان سخن میگفتن، آیا چه شنیدن که خاموش. این تنها عکسی که از آقا خان هست، مال شب عروسیش با آبا جان بزرگ. چرا تنها عکس؟ نکنه عکاس شب عروسی بر کرده؟ نه بابا عمرش کفاف نده. تا صبح دووم نیورد بیچاره. یعنی چی؟ ببین شب عروسی همه چی خوب بود، خیلی خوب، انقدر خوب که همه تا سالها ازش حرف میزدن. اونا تا صبح نخوابیدن. صبح آبا جان از اتاق میاد بیرون ولی آقا خان نه. چی کارش کرد؟ نمیدونم، یعنی هیچ کس نمیدونه. ولی قصه عشق افسانه‌شون تا سالها سر زبونا بود. آبا جان تنها کسیه که در طول زندگیش به عنوان مرد قبول داشت همین آقا خان. دیگه هیچ کس حتی به عنوان جنس نرم قبول نداشت، چه برسه به مرد. بعد اونم که دیگه پای هیچ مردی به عنوان شوهر به این خانواده باز نشد. میگم همچین رومانتیک تر نبود میرفتیم فرودگاه دنبالش؟ ببین یه قانون تو این خاندان وجود داره، حواستو جمع کن. نه بدرقه نه استقبال. خوششون نمیاد، کلا بد میدونن. مادر جانم عزیز جان من تویی تو. ببخشید باز میخوام از شما. بچه ها آماده باشین، خانوما تشریف آوردن. یادتون نرفته که چی بهتون گفتم. امروز مراسمی چلی آبا جانه. شما همه غمگینین. وقتی که خانوم وارد شدن
چی کار میکنی؟ ساکت بابا ساکت. میگه پونست تو جیبی پشتتونست. الان که نماردست، 4 روز پیش ماردست. یه کمی غمگین باشین، اش تو چشاتون باشه، حقم چی تو گلوتون باشه. لطفاً عرم نزنین. سلام بانو، درد و بلات بخوره تو کاسه سرم. عجب رسمیه رسم زمونه، میره مادر رو آنابل میمونه، برای مادر لالا میخونه. قربونتون برم خانم جانم، درد و بلاتون بخوره تو سرم. غمتون به عمر من نبینم اشک چشمای شما. اجازه بدید من دستتون رو ماچ کنم، خواهش میکنم. مرسی بابای مامان. همین این که خودشو کش که جون ببینم. خانم جانم ایفینو نتونستی کاری بکنی؟ مگه با استاد کاری بکنه؟ زود باشین، راه میافتین. سوار اتوبوس شین، تو راه براتون همینگر کالویس میگیرم. بفهمید قربونتون برم. مرسی عزیزم، شما اینجا بشین، من میرم اون سمت میشینم. بفهمید چشم. خانم محترم، خواهش میکنم وقت من خودتو نگیر. شماره رمزای این 20 صاحبو بگو. من وسایل مهمی توش دارم، از آمریکا تا اینجا بی خود نیومدم. الهی دورتون بگردم، شما الان تازه از سفر رسیدین. خستگی راه، غم سفر مادر، حال بد تنهایی. من قشنگ حالتون رو درک میکنم آنابل جون. یه اتاق آماده کردم براتون، یه ذره استراحت کنی، یه دوش آبی گرم بگیر، بعدش با هم دیگه صحبت میکنیم. Fikirliyim. Pamba koyupsan kulağı ha. Eşitmiyorsan ben ne diyorum? Ben sana diyorum bu şumara Ramzi bana ver. Mühim şey içinde varım. Diysem onları götürem. Anlamıyorsan ben ne diyorum? من ترکی بیل میرم. نه باباش همه جده بادش ترک هم میگه من ترکی بیل میرم. من میتونم باور کنم. گفتم ازت خواهش میکنم، همه چیزایی مهم زندگیم این توه. بعدم تو سایه به سایه با مادر من بودی، آب بدون تو نمیخورد، نفس بدون تو نمیکشید، کارتای بانکش و پسوردش و همه رو تو میدونستی. حالا فقط شماره رمز این گاف صندوق رو نمیدونی؟ میشه؟ من میتونم باور کنم؟ من واقعا نمیدونم، اصلا نمیفهمم شما چرا داریم با من اینجوری تند حرف میزنی. شما که دیگه میدونین من، پدرم، مادرم، پدر بزرگ، مادر بزرگم سالها کلفت و نوکر غلام و وفادار شما بودن. اصلا هیچ وقت این حرف آباجان از تو گوش من بیرون نمیره. میگفت من اگر به همه دنیا شک بکنم به شما شک نمیکنم. خیلی خب خانم، ناراحت نشو، آروم ازت خواهش میکنم. واقعا نمیفهمم چرا با من دارین اینجوری حرف میزنین. نمیدونم، واقعا نمیدونم. چی میگی واقعا نمیدونم؟ انگار پریروز اومده تو این خونه. مگه میشه تو ندونی شماره رمز این گاف صندوق 20 صاحبو؟ وای خدایا، یه دوزی چیزی آشنا نداری زنگ بزنیم بیاد اینو واز کن همجوری به زور؟ نمیشناسم دوست. توی این مملکت دوست نمیشناسی؟ همین چند وقت پیش یکیشون رفت کانادا. نه از نزدیک نمیشناسم. نه جون من، فامیل باش باشون. خدایا چیکار کنم؟ دلم میخواد هم تو رو هم خودمو همینجا خفه کنم. برو
بلند شو برو از جلو چشم من دور شو و الا مرگ موش میخورم خودمو میکشم. میشه بگی داری چی کار میکنی آقا خشایار؟ پول گرفتی اینجا واسه میوه بخوری. بابا چرا کارتو شروع نمیکنی؟ چرا مخ این زنی رو نمیزنی پس؟ میگم کسی بهت گفته عصبانی میشی چشات خیلی خوشگل‌تر میشه. وای میشه لطفا این جملات کوفتی کلیشه‌ای رو خرج اون زنی که گراز کنی تا نبردم پیش ننش چالت کنم؟ وای چال وقتی میخندی یه چالی میفته اینجای لپت. آدم دوست داره از اون چاله آب بخوره. وای از دست تو. دست خوده. من چشو ببینیم من کورپتی کور کرده واسه جونم قربون شکلتون برم من. چطوری خوبی شما؟ وای جان فکر کنم محشی چشارم ای وای بمیرم. چشاشو ببین. چی شده؟ هیچی. چشم چی شده؟ چیزی نشده دورتون بگردم. فکر کنم تو قبرستون یه چیزی نه رفت. قربونتون من دارم چشاش داره با آدم حرف میزنه. داره ازتون تعریف میکنن. برگرد ببینم نگاه کن این قربونتون برم دارن ازتون تعریف میکنن هیچی نشده. لرزه تو چشه؟ نه بابا. مگه میشه همچین رنگ قهوه‌ای اصلا طبیعی نیست. این رنگ فقط مال قهوه است. کارامل یا پوست درخت گردو. همه قهوه‌ای‌ها رو مثال زدی فقط یه قهوه‌ای مونده اونم پی بچه تا 2 سالگی روزی 3 بار اگه حالش بد باشه تا شب الا ماشاءالله اونش قهوه‌ای دفع آبا جان می‌کنه. خیلی از شما برام تعریف می‌کنه. آبا جان یادی مامی جان افتادم دوباره فشار خدا رحمتشون کنه بشینید دور سرتون بگردم من. برم بشین. قربونتون برم. تقدیم باش. گول اونجا آزاد شده میکشن اینجا چیکار میکنم میخورم میکشن میکنم میکرم بس ببینم از این چینیا باشه آره کندنی میتونی بازشو بخری میتونی بستشو بخری یعنی این باز شد خواستی بری جایی ببندش ببخشید خسته شدید من خودم هم میزنم محشید جون دلم قربونتون برم. این آقا کیان چه نسبتی با ما دارم ختم و اینجا و آقا ببخشین معذرت میخوام ختم تموم شد میتونین تشریف ببرید. قربونتون برم خانم جان اگه آبا جان بدونن شما دارین با آقا خشایار اینجوری حرف میزنین که خدای نکرده تنشون تو گور میلرزه دیگه. چرا برای چی شوخی میکننشون شما میتونید برید بفرمایید. نمیتونی از شهر من خلاصی خوشگله. چرا؟ به خاطر اینکه اگه از اینجا برم قلبم اینجا جا میمونه. با اون میخوای چی کار کنی؟ سخت بشه شوخیش گرفته من عزادارم شما با من شوخی میکنید اگه نرید مجبورم چون ما 2 خانم تنها هستیم تو خونه کمک بگیرم. حالا کسی بهت گفته بود وقتی عصبانی میشی خوشگل‌تر میشی؟ اکبر طلا بیا ما را از دست این آقا نجات بده. جونی بنبل کجا میره؟ میبینمت. قربونتون برم شما چرا انقدر باش بد حرف زدین؟ چی تو مگه؟ وکیل آبا جان بودن ایشون. یعنی چی؟ وکیل مامی یعنی سنده منده همه پلویشونه؟ همه چی. کلید صندوق. بله. وای خدا مرگم بده چرا بهم ندا ندادی؟ دور سرتون بگم شما اصلا نذاشتین من حرف بزنم. دوباره فشارم ریخت. حالا چیکار کنیم یه جوری برش کردیم. سلام بفرمایید. خوش اومدی. به هر حال معذرت میخوام ازت که به تو زحمت دادم چون باید معلوم هست ندارم. داری چی کار میکنی تو؟ من چقدر به موقع اومدی بگی بشین. چی گفتی؟ بله. با خشی من اینجوری حرف میزنی؟ عزیزم من 100 بار ازت خواهش نکردم اینجوری خودت عصبی نکنی برای سلامتیت ضرر داره. میشه اول شما توضیح بدینشون کیه؟ شما اول جیک جیک کن. الان وقتش نیست. چرا اتفاقا الان وقتشه. جیک جیک کن. جیک جیک. یک قربونت برم. جیک جیکشو دیدی؟ اینقدر تو دل آدم آب میشه. ببینم آوردی مدارکو؟ میشه شما مدارک بخوای برات نیارم؟ اینم پروانه وکالت اصل. اینم اصل پروانه وکالت. وکیل کی بودی تو؟
وکیل تو. جوجو برو خونه، خودم با تماس میگیرم. باشه؟ باشه عزیزم. پروانه وکالت اصل. دیر جواب ندیا. See you. تو چرا هولی؟ فقط ادعایی، فقط هارت و پورتی، هیچی نیست. همه هنر دینه که 4 نفر رو جمع کنی دور خود بدید. تا حالا کسی بهت گفته وقتی عصبی میشی خیلی جذاب‌تر میشی؟ آره گفتن، 100 نفر گفتن. تا حالا کسی بهت گفته این مخ زدن‌ها دیگه خیلی قدیمی و لوس و بی‌مزه و حال به هم زنه؟ پاشو بیا کارتو انجام بده، تموم کن، برو دیگه. باشه میام تمومش میکنم. فقط جهت اطلاع اون ویلایی که اومدم هیچی نباشه 100 تا قیمتشه. سهم من فقط میشه یه دونه. حق من خیلی بیشتر این حرفاست. نه بابا، رودل نکنی یه وقت. به هر حال اگه نمیخوای میتونیم کنسلش کنیم. بگو کم آوردم، بگو جا زدم، بگو اصلا این کار در توانم نیست. چه کار احمقانه‌ای کردم من، به حرفتو گوش کردم، الکی به آنابل گفتم تو وکیلشی. چرا مجبورم کردی دروغ بگم؟ اتفاقا خوب کاری کردی اینجوری گفتی. به سودمون فکر کنه وکیلش منم. حالا الان خیلی احساس شاخ بودن میکنی، با فتوشاپ یه پروانه وکالت جعلی درست کردی؟ نه خیر، مثل اینکه ملتفت نشدی. بانو فرمودن اصل پروانه وکالت. اینجوری نگاش نکن. کلی آشنا دور برشه. هر کاری بخوام انجام میده. همشون به خطم برام. من میام قضیه رو تمومش میکنم. ولی داستان خیلی سخت‌تر از اونیه که اولش با هم دیگه طی کردیم. شرایط مالیش فرق میکنه. خیلی خوب، هر چی تو بگی، ولی فقط بعد از عقد. قبوله؟ قبوله. سلام آنابل جان. سلام آقای بی تربیت. نه یه دری، نه یه زنگی، نه یه خبری، یعنی چه همجوری میای تو؟ میبینی دارم چی کار میکنم؟ حالا اینقدر سخت نگیر دیگه، قربون اون چشات برم. میخوای بیای مشت مالت بدم، خستگی دره. ای بابا یه کاری بگو برات بکنم دیگه. اگه میخوام اساس کشی کنم بیام کمک. دورت بگردم. لازم نکرده دور من بگردی، محیط دایرم انقدر بزرگه که سرت گیج میره بخوای به چرخی. مهندس دیوانه به جای این همه تیر و تخته یه آسانسور عمودی میذاشت. قربونتون برم من. سلام. سلام علیکم. به آقا وکیل خوشتیپ ولی زودرنج. از این چینی منتجی هاست وا میشه؟ نمیدونم والا، خودتون امتحان کنی. باشه بعدم. بفرمایید. حالا تو بهتره جا افتادی؟ بله یه خوری با زبان مشکل دارم، میشله درستش. سلامتیش. این دست یه ذره جا بده من بشینم. 4 تا هم ریختین، شما هم دعوت دارین آره؟ طوریه؟ بله خیلی هم طوریه. اون 4 تا باشه، شما خودتون بفرمایید. حالا دیگه ما غریبه شدیم. یه چیز خصوصی خانوادگیه. شما شوهرنانه من که نیستی باید باشی. رفت. کشته منو نمیدونی. از اتاق بیرون نمیاد. با عرض اسکیوزمی قلمبه میخواستم اگه بشه مهشید جون شما هم ما رو تنها بذارین، چون من یه سری صحبت‌های خیلی خصوصی میخواستم با وکیل خانوادگیمون داشته باشم. اتفاقا من میخواستم خواهش کنم تشریف داشته باشن. شما تنها شاهد گفتگوهای من و اون مرحوم بودی. باشه داشته باشین. من در خدمتتونم. میخواستم خواهش کنم از شما هر مدرکی که مربوط به اموال غیر منقول و منقول، هر چی که هست مربوط به مامای خدا بیامرزه، لطف کنید بدی به من. اگه منظورتون وصیت‌نامه است که متاسفانه نمیتونم تقدیمتون کنم. واه چرا؟ من تنها وارث مامانم. مامانم به جز من کسی دیگه ای رو نداره که وارثش باشه. چی رو بررسی میکنی؟ اتفاقا داریم همین قضیه رو بررسی میکنیم. ببینید جناب وکیل، ناراحت نشینا. شما از این به بعد فقط برای من کار میکنید. متوجه هستید؟ میدونین من برام باعث افتخاره که وکیل شما باشم. یعنی نمیدونم شما تا چه حد به عشق داری. اجازه بدین از بحث کاری غافل نشیم.
واقعیتش من نمیتونم به مادر مرحوم شما خیانت کنم. من به عنوان وکیل موظفم که بند وصیت‌نامه ایشون رو اجرا کنم. یعنی چی؟ مگه چیز خاصی گفته تو وصیت‌نامه؟ مادر مرحومتون وصیت کردن که اموالشون وقف امور خیریه بشه. واه، کودکای بی سرپرست، زنای خیابونی بی پناه. امکان نداره مامان من یه همچین چیزی رو توی وصیت‌نامش مطرح کرده باشه یا به کسی گفته باشه. اگر این کاری کرده بود 100% من میدونستم. حتما صلاح ندونستم به شما بگم. میگم حالا که اینجور شد من خودم دلم میخواد با چشای خودم این وصیت‌نامه رو از نزدیک ببینم. متاسفانه اینم امکان پذیر نیست. تو همون وصیت‌نامه یه بند وجود داره که هیچ کسی اجازه دسترسی به وصیت‌نامه رو نداره مگر تو دادگاه. چرا؟ من خودم یه وکیلم. جدی شما وکیلین؟ کدوم دانشگاه درس خوندین؟ مگه به دانشگاه هست؟ 20 تا وکیل سراغ دارم. دوستان من همه یکی چاختر. پس با این رفقای وکیلتون تماس بگیریم. بفرمایید طبق وصیت‌نامه مادر مرحومتون وصیت‌نامه فقط باید تو دادگاه باز شه. شما این شکایتنامه رسمی بنویسین، وقت دادگاه تعیین میشه. خیلی پیچیده شد. من اصلا وقت این کارا رو ندارم. باید برم امریکا. ایرادی نداره، میتونین برگردین. با شما کار خاصی نداریم. مسیر تقسیم اموال مادرتون در راه امور خیریه طبق قانون روال خودش رو طی میکنه. البته تا فراموش نکردم، مادرتون یک مقداری از اموالش رو به شما بخشیدن. لباساشونو شما میتونید از لباس کهنه‌هاشون هر چقدر که دوست داشتین بردارین. البته متاسفانه این بخشششون شامل جوارشون نمیشه. منم دقیقا شاهد بودم. البته یه بندی رو یادم رفت بگم بهتون. یه تبصره هم داره. چه تبصری؟ به شما هیچ ارثی تعلق نمیگیره مگر اینکه وای خدایی، مگر اینکه چی؟ مگر اینکه ازدواج کنین. خجالت کشید. وای خدای من، عجب سگی داره چشاش. اصلا نمیتونم تو چشش نگاه کنم. کلم این باقالی پلو دم کشت. یکی بسیم یو اس آت باشه. هلو گود نایتت. بابا چی داری میگی؟ همینجوری الکی برای خود یه چیزی میگی ها؟ مگه اون یارو خاوریه بنده خدا میخواست این همه ثروت اینجا بیاره اونجا؟ هندونه که نمیخواست بیاره. میدونی چقدر کلا برداری زمان میبره؟ ولی خب یه کار خیلی توپل کردم. به چند تا بنگاه سپردم، قیمتم 30-40% فیر و پایین گفتم. از خوشحالی بیچاره‌ها دارن سکته میکنن. من که سند به نام نمیزنم. یه 30%-40% رو نگه میدارم برای زمان سند. 70-80% میگیرم و میزنیم به چاک. یه حالا بودو دنبال سند. ببین این جنازه آنابله رو جمع جور کردی؟ یا همینجوری اون وسط بلوه؟ الو من که میدونم قطع نشده. خودت خودتو زدی به کری. آقا اگر این کار رو نکنی، این جنازه رو جمع جور نکنی، سهم جنابالی هم رته تا ها. دیگه خود میدونی. گود بایتت گود نایت. چی میخندی؟ هیچی، در خدمتتون هستم. تو این یارو پسره رو در بردی؟ بله در آوردم. چه در آوردنی؟ چی؟ این آقا پسر وکیل که اصلا وکیل نیست. ببینید آقا درباری، من یک شخصیت خاصی دارم. به گونه‌ای هستم که برای خودم چارچوب دارم که خب حالا طبیعتا این تو کارم هم تأثیر میذاره. بنابراین من یک کار آرتیستیک و هنری میخوام، نه از این دابسمشای عبدالخیاری که تو اینستاگرام میبینید تو هر فضایی میرن پر میکنن. شعر برای من خیلی مهمه. من دقیقاً امشب به خاطر خود شما اینجا هستم. اسم آلبومتون چیه؟ گاراژ عشق. وای خدای من.
پدر من از گاراژدارای قدیم تهران هستش و در سرودن و تهیه شعر و تنظیم آهنگا خیلی کمک من میکنه. میشه یکی از شعراتونو بخونی؟ کدومشو بخونم؟ یکی که خیلی خوشگله بخونی. زنده؟ سه دو دوست دارم، میدونی که این کار دل گناه من نیست. میام از راه دور، میشم سنگ صبور، میگم عاشقتم، دوستت دارم شهلای جون. چه غلطی کردین؟ تشابه اسمی بود قربونت برم. منیرش کو؟ منیر تو آلبوم جدید است. وای واقعا یعنی اصلا خیلی احساساتی شدم. اصلا نمیدونم چی راجبش بگم. با تمام وجود و احساسم به این اجرا میگم بله. عزیز دلی شما. حرفشو ببینم. شما غلط میکنی بهشون میگی بله؟ به آهنگش هر چی بگی بیشتر این کت قرمزی با من کلکل نکنه. پیرنم قرمز هست البته. پیرنم قرمزه. بند و دیجی برای مراسم خیلی خصوصی سراغ داری؟ برای کی میخوای؟ فرداشم. بند دارم، موزیکم دارم، رقص نورم میارم، شبی 200 تومن. چی کار داری میکنی؟ بیا اینجا ببینم چه غلطی داری میکنی تو. یه فکر خیلی خوب زد بذارم تولد آنابل. یه نقشه دارم بسپارم. چی میشد ازم دیگه جدا نبودی؟ چی میشد با غصه آشنا نبودی؟ برای هم دیگه به جای محبت چی میشد این همه بی وفا نبودی؟ دور غم بودن خودش یه نعمته، قدرشو بدونید این غنیمته. غنیمته دور غم بودن خودش یه نعمته، قدرشو بدونید این غنیمته. چشمم زدن میگذره خیلی نوستالژی میخونه. خدا رو شکر اینا نرفتم. خیلی خوشم اومد نرفت خارج. خشی یه وقت ناراحت نشی. من اون فرم حرف زدن قدیمی تو خیلی دوست دارم. میمیش ماموش حرف میزدی ولی این جدی حرف میزنی اصلا با نمک نیست، خطرناکه به نظر من. تولدت مبارک باربی من. خستم کردی بس که ناز کردی. بابا تکلیف ما رو روشن کن دیگه. یک کلم ختم کلم، آره یا نه؟ اول همه این مدارکای اون خدا بیامرز رو به من میدی، بعد من میشنم سر سفره عقل میگم با اجازه بزرگترها که فوت کردن بله. اینجا رو اشتباه کردی. اول عقل بعد مدارک. وکیلم؟ با اجازه بزرگترها که خدا بیامرزتشون نه خیر. چون نخوابیدی ساعت 3؟ تو که میبینی حال روزمو چجوری خوابم ببره. چته؟ تو که هم پول گیرت اومده هم گیرین کارت آمریکا. پاتم برسه اونجا این عروس خوشبختو میپیچونی میری دنبال عشق و حالت دیگه چی میخوای؟ ایشالا تو هم یه دوماد خوشبخت گیرت بیاد که اصلا دوستش نداشته باشی. منم شب عروسیت باشم میگم چی شده؟ چرا خوابت نمیبره؟ دلت میاد؟ فراموشش کن. یه مزخرفی گفتم برای خودم. واقعا ولی دلم واسه این دیوونه بازیات تنگ میشه. میدونی مش دنبالینم یه جوری بزنم زیر میز بازی. دوست دارم همینجا بمونم. نمیدونم اگه برم اون بر آب چقدر میتونم با خود واقعیم زندگی کنم. خیلی خستم میرم بخوابم. به نظرم تو هم بهتره بری بخواب.
برو بخواب. سلام. وای درود. سلام بر شما. ببخش فراموش میکنم گفته بودی به من تو ایران نباید آقایون با خانما دست بده. ببخشید. این دستبندتون هست اون وسطه، اونو میتونم ببینم؟ اتفاقا اون نمونهش رو اینجا داریم. بفرمایید. 10 تا بریلیان. چه خوب دم دسته. 4 6 8 قیراطی. کار دست فرانچسکو. نه. اینو میبینید؟ اینو خود پاوراتی ساخته. پاوراتی خواننده؟ دستتون رو بدین، دستتون رو بدین. خدا بیامرز این آخری یا صداش خراب شده بود، رفته تلاساز شد. آی چه بویی، چه برازندگی، انگار برای دست شما سیقل خورده. ببینم قشنگ، شما زبونت کجا سیقل خورده که همچین کلماتو قشنگ تراش میدی؟ آره خیلی شیرین زبون. همینجا با دیدن ایشون با این عطر بهتون تبریک میگم، یه جواهر کامل گیر آورد. مرسی. میگم اینا رو یه گوشه بنویس به دردت میخوره، شاگردای تو کلا قدیمی شده. آره یکی تو سیاوازی دست رو پشت بسته. یه سورپرایز براتون دارم. خواهش میکنم. یه انگشتر که الماسش جزء بزرگترین الماسای دنیاست، بزرگتر از اونی که برد به آنجلینا جولی داد، سام اسخری به بریتنی داد. فقط کوه نور و الماس نور از این بزرگتره. ببخشید اینو سینه ریزش هم داری؟ سینه ریزش هم داری؟ وای چقدر خوب. وای خدا دهنم آب افتاد، دلم به تاپ تاپ افتاد. ببینم یه لحظه بایستا ببینم. آقا ندید ما پسندیدیم. قیمت؟ عصبی نشو. ببین قشنگ، جهت اطلاع عرض میکنم، این زن عشق منه، سهم منه. آنابل فقط از فرنگ اومده اینجا که منو ببینه. فرنگ؟ USA؟ راست میگه خشیم، ما امریکایی‌ها اصلا تومون دروغ نیست. واو 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 چه پکیج کاملی. ولکن پکیجو پسر جون. قیمتو بگو. 1,200. 1,200 چقدر مفته. همچین زبون ریخت فکر کردم خیلی بیشتر میشه. 1,200,000. نه 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 عزیزم، 1,200,000,000. میلیارد؟ چه خبره؟ ایشون از فرنگ تشریف آوردن و من بچه اینجام. چی میگه این؟ آخه چه فرمایشی میفرمایید؟ بیا اینجا ببینم. عصبانی نشو. چی میگه این؟ چی میگه؟ این خوابیه که تو دیدی ها. خودت هم چکشو میکشی. به من چه؟ زن توی، چرا من چکشو بکشم؟ من یه داشتم از خودم میخریدم. من دارم ها. مثل اینکه یادت رفته من دختری شما استرایی دارم. صورتتون رو جراحی کرد. نه من از چاقوی جراحی خیلی میترسم. نه لباتون به 20 سال ها میزنه. راست میگی؟ از کجا معلوم؟ ببین قشنگ، تا یه کاری نکردم صورت خودت جراحی لازم شه تمومش کن. تو هم نشستی جلو من با این مرتیکه اروکر میکنی؟ بیا بیرون ببینم. بیرون. چه آقای 20 سالیقه. من اگه بودم کل این مغازه رو به اسم شما می‌کردم. این تعصبشم منو یاد ناصر ملکوتی میندازه. جوابش خیلی خوشمزه است، بخورن دیگه. راستیاتش این مریضیه چیه؟ تاناکورا اومده میترسم. کرونا. آره من قبلا خامگیاخوار بودم اصلا. نه حالا که میگه خوبه شاید دوباره به گوش رو آوردم. البته داره بهونه میگیره. قهر کرده با من. نه خیر منت نمیکشم. بهشون بگین مردی که نمیتونه از پس مسئولیت‌های مادی و غیر مادی یه خانمی مثل من بر بیاد، اینجوری خودشو منو تو دردسر نمینداخت. از اول نباید خواستگاری میکرد از من. قربونتون برم، من کاملا حق با شما سنابل شد. چی میگه حق با شماست؟ من با دلم اومدم جلو، نه با پولم. مگه همه چی دل میشه؟
من میتونم با این سرابت سوار اسنپ بشم؟ نمیفهمه. مردا تا کم میارن دلشونو میارن وسط. من چی کار کنم؟ من یه وکیلم، درآمدم من مشخصه، ولی هر چی دارم با جون و دل تقدیم میکنم به تو. نه خیلی لازم نکرده، همه دارو ندارید مال خودت، مال منم مال خودم. فقط این قضیه رو به هم بزنه، هم من راحت شم هم خودش. یعنی چی؟ مسخره بازیه مگه؟ موضوع زندگیه. بله قربونتون برم، خودتون اذیت نکنه، غذاتون رو بخور. منت کشی نمی کنم ها خانمی. جونم. بهش بگو دهانشو باز کنه، اونم یه دقیقه بدون به من بگین دهنشو باز کنه تا آخر. دهنتو باز کن تا آخر. مشتی کردی؟ تا آخر دیگه. آفرین تموم. با این رفتار میخواستم بگم همیشه لقمه اندازه دهنت بردار. خیلی قشنگ گفتین. الان می‌خواستی منو خراب کنی آره؟ الو جون چیزی حالت چطوره عشقم؟ بمیرم الهی. آخه منتظر داری؟ بگو من مثل باد میام، میشم سوپر زن. باشه نگران نباش بابای عزیزم. ببخشید منت کشی نمی کنم اما بهش بگید بابای. ایوا دارین میرین آنابل جون؟ کجا؟ کی بود؟ مادر شوهرم بود. الو. ای جونم. بله. پرویز جونم. آقا خوشگله، من بهت نگفتم هر وقت هر قراری داری 24 ساعت قبل به من بگو آماده باید بشی. بابا من پی ام داده میگه که اگه هنوز قول و قرار سر جاشه من اوکی ام. خب من پا نمیداد. ببینم راستی تو لباسات بردی یا برات بفرستم؟ نه خیر لازم نکرده، من همه وسایل تو رستوران رفیقم دپو کردم. من میرم. نه تو رو خدا بشین شهر، به خاطر من بشین. نمیتونم، اعصابم خورده. به ورش من آوردی اینجا. اصلا تو بیخود کردی با پیج شخصی من باش چت کردی، غلط کردی دعوتش کردی اینجا. میدونی داداشم بفهمه چی میشه؟ تو رو خدا شهلا جون، تو رو خدا همین یه بار به خاطر من. نمیفهمم چرا نمیشینی جلوش بهش بگی اونی که باهاتون چت کرده منم نه ایشون. خانوم ایشون از شما خوششون میاد. من رفتم با پیج شخصی خودم بهش دایرکت دادم، اصلا سین نکرد. خب دیگه بدتر. اگه موقع خوشش نیومده الانم خوشش نمیاد. منم که اصلا خوشم نمیاد. اومد شهلا اومد. خیلی خوش اومدین قربان. اومده تونم بایزی. سلام علیکم. سلام. قابلشون ممنون. خوشبختم. خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردین. از خوشحالی نمیتونم تو پوست خودم جا بشم. الان نمیدونم انقدر رو هوام، مثلا نمیدونم رو صندلی هم کجام. وای شما چقدر زیبایی. خواهش میکنم. یه چیزی رو میخوام بگم روم نمیشه ولی باید بگم. میدونی شما خودتون خود واقعیتون از عکس‌ها و فیلماتون خیلی خوشگل‌ترین و سرتر. بله میدونم. فکرم نمیدونم. من چی؟ به نظر شما من خود واقعیم از عکسام خوشگل‌تر و سرتر نیستم؟ نه عکستون از خودتون بهتره. وای شما چقدر محشرین، خیلی رکین. من عاشق این رک بودنتونم. از این به بعدم سعی میکنم با عکسام قرار بذارم. باتون خوبه؟ بگو خیلی ممنون، بگو خیلی ممنون. میتونم یه رازی رو بهتون بگم؟
من از نوجوانیم همیشه دنبال یه خانمی بودم که همه یه رفتارش، کردارش، ظاهرش، درونش، بیرونش ایدئال من باشه، ولی پیدا نمی‌کردم که. من رو شما خیلی شناخت نداشتم، البته هنوزم ندارم، اما خیلی نگران بودم که چجوری با شما بیام سر قرار. برای همینم با یکی از دوستام اومدم. یعنی نیروی انتظامی خبر کردی؟ نه، دوستم. ماما جان. جانم. ماما جان. سلام. سلام علیکم. شما خوب هستی؟ حالتون خوبه مامان جان؟ مامان جان حتما شوهردادی هم دیگه. هم خودمونیم کبابش خوب بودا. اگه گفتی بعدش چی میچسبه؟ اینکه آدم بره به گرد زن آیندهشو پیدا کنه. نه خیر، بعدش بستنی میچسبه، اونم اکبر مشتی پرخامه. من واقعا نمیدونم اونی که اولین نفر بهت گفته تو زنا رو خوب میشناسی کی بوده، ولی به نظر من تو اصلا زنا رو خوب نمیشناسی. با ما الان دلش میخواد بری منتشو بکشی. میشه 10 دقیقه صحبت این گرازو نکنی؟ چته؟ مثل که یادت رفته واسه چی اینجایی، واسه چی پول گرفتی؟ پول بابای پول و کار با هم دیگه. اصلا گیرم این بنده خدا رو عقدش کردن. گیرم پشتشم تو با اون وصیت‌نامه‌ای که قایم کردی سر کلت پیدا شد و این دختره رو از ارث محرومش کردی. آخرش که چی؟ ببینم چرا اینقدر حرص پول میزنی؟ مگه چند سال قرار عمر کنی؟ دایی لعنت به اون دهن لقت دایی. برای چی رفتی زیر زبونه اونو کشیدی؟ به خاطر اینکه دوست دارم بدونم تو مغزت چی میگذره. من نمیدونم این آباجان بنده خدا مغز خر خورده بوده. یعنی چی؟ دختره مگه ازدواج کنه از ارث محرومش میکنن؟ ما 100 تا فیلم دیدیم برعکس این قصه بوده. چه میدونم بابا، لابد پیش خودش فکر کرده اگه پولشو بده به دخترش مرده میریزه سر دختره، خفش میکنه، سرش میکنه زیر آب، همه اموالشو میکشه بالا. آقا چجوری بهت بگم، این خانواده کلا بدشون میاد اموالشون به مرد جماعت برسه. این وسط قراره چی گیره تو بیاد؟ همه رو بهت گفته، این یکی رو نگفته خدایی. تو بگو. در اون صورت کل اموالش وقف امور خیریه میشه، این وسط هم صدقه سر همین امور خیریه یه چیز ناچیزی به ما که یه عمر تو خونشون کلفت نوکر بودیم میرسه. همین. این چیزی که داری میگی همچین ناچیز هم نیستا. فکر نکنی با حالو طرفی. ببین تو که دیگه الان همه چی رو میدونی واقعا. تو رو خدا بیا یه کاری کن این قال قضیه کنده بشه بره. به خدا دیگه نمیتونم وکیله رو مخفی نگه دارم، نه اون وصیت‌نامه گفتی رو. به یه شرط. چه شرطی؟ قبلش بریم یه بستنی بزنیم. ببین تو اون شب یه حرفی به من زدی، اتفاقا خیلی حرف درستی بود. گفتی من فقط پول برام مهمه. پس بنابراین من این لبند بازی در جدی نگیر خودتو بابا، لبند کدومه؟ من یه اخلاقی دارم، قبل اینکه مغزم کار بیفته باید بستنی بخورم. همین. خیلی خوب، بریم بستنی بخوریم تا مغزتون کار بیفته. حالا شد. Everything okay. Just relax. من خیلی راجع به حرفایی که زدیم فکر کردم. حق با شماست. همه چیز زندگی پول نیست. به به، عاشقام که جمعن. بفرمایید، خوش اومدید. داشتیم با هم حرف میزدیم راجع به این که با اجازت خواهش می‌کنم. همیشه همینطوریه بیچاره زنده ما اصلا مزاحم من نیستی. اومدم چای ما بخورم. در ضمن قضیه خواستگاری نابل. آقای اکبرطلا میگم بیا تو، چرا با کفشی؟ بشین تو بغل من. چاش. بلند شو بابا، خجالت بکش. مگه من بهت نگفتم هر کاری داری تو آشپزخونه؟ چایی هم میخوای کوف کنی تو آشپزخونه، از اون آشپزخونه بیرون نیا. دایی؟ آشپزخونه کاری در آش رو نداری عوض کنیم اینو؟ آخه آشپزخونه جای مرد نیست. نه جای زنه، قرن 21مه. ببین جلو محشید بهت دارم میگم، اگه واقعا از صمیم قلب واقعی عاشق منی اینو به هم ثابت کن با یه کاری. خب چجور میتونم ثابت کنم؟ تمام مدارک مامان خدا بیامرز همین الان بیا به هم بده. خانم تو هر جوری بگی من دوست داشتنمو بهت ثابت میکنم، ولی از من نخوا زیر قولی که با مرحوم دادم بزنم. به هر حال ما تعهد کاری منافات داره. از من نخوا بین عشق و وظیفه عشق رو انتخاب کنم آنابل.
آبا جان من خدا بیامرز همیشه تو رفاهی کامل بود. با این حال وقتی بهش میگفتیم آبا جان از ته دل چه روزی و چه وقتی خوشبخت واقعی بودی، میگفت فقط همون شبی که با بابا خدا بیامرزت ازدواج کردم. ببخشید. الو سهیلا جون خوبی؟ آخه الو داره قطع میشه اینجا آنتن نمیده، بذار بیام بالا. ببخشید داشتم تو راه میومدم بالا، اینا اون پایین نشستم، بنال ببینم چی شده. به هوش اومده؟ یعنی چی به هوش اومده؟ با من خودم کشتمش. زر نزن بابا، علکی داری میگی. چشاش چسبیده بود به مخش. یعنی چی آخه؟ مگه میشه؟ چجوری قال قضیه رو بکن؟ بعد کن بینم چی کار میتونم بکن. چه خوب اینجایی. بشین بفرمایید. کار خیلی مهم و واجب با تو داشتم. میخواستم ببینم اگر موافق باشی، منم حرفی ندارم، بدون اینکه یک ریال چشم مادی داشته باشم یا مثلا عروسی پانچنانی بخوام و اینا، حاضرم باید ازدواج کنم به یه شرط. تو جون بخوا. چه شرطی؟ شرطم هم اینه که دیگه فرصت رو از دست ندیم، وقت تلف نکنیم، همین فردا همه کارا رو یه جا انجام بدیم، عقد و عروسی و همه چی. حالا چرا اینقدر عجله عزیزم؟ یعنی چه همین فردا؟ یه خودش به خاطر اینکه این مردی که تهران بیشوره، میترسم یهو بگه اونایی که تازه ازدواج کردن حق ندارن بیاد، یا همین کرولا مریضیه، فردا بگن آقا اینایی که کرولا دارن نمیتونن ازدواج کنن. نه دور جون تو من گفتم همه کارا زود تموم شد، تو هم کارای انسان وراثت رو درست کنی، منم سریع برم امریکا. ببخشید فقط بری یا بریمه؟ نه دیگه، ببین من اول باید برم اونجا کارای ویزا و دعوتنامه تو رو درست کنم. نمیشه تو بیای اونجا بعدم دیپورت بشی که به روی منم میره. وای چقدر کار داریم فردا، سالن، محضر، آرایشگاه، اصلا موندم من چی بپوشم. قربونتون برم. من و شما هر چه زودتر بریم کارا رو انجام بدیم تا کسی نفهمیده، مخصوصا این اکبره. فضول نیست، یه ذره کنجکاوه زیادی. باشه حتما حتی اونم نفهم. با من کاری نداری؟ شما هم برو. خواهش میکنم بفرمایید، قربونتون برم. سلام. سلام اکبر. سلام. اینجا چی کار میکردی؟ هیچی، پیزا تخت رو صفر میکردم. شروع شده بود؟ نه زیرش گذاشته بود، گازنباری قتل عامشون کردن. حالا نگران نباش، الان همه چیا آرومه. من چقدر خوشبختم. نفاسم منو کجا میبری؟ سیزه بده. من زنو به چه دارم؟ به خود 70 سالمه. کاری به سنت ندارم. خدا یکی بیاد منو نجات بده. ببخش، باید تنبرکل میمالیدم. نباش. بله کیه؟ باکن دیگه. ای وای کشتیش؟ نه ولی قرار رو بکشم. ای وای این همه خشونت دوست ندارم. این همه خشونت چرا آخه؟ بابا بیا بگم جریان چیه. بیاریمش تو. حالش بده.
شما خوبی؟ آره بابا هیچ. آقا خوشگله. اینی که میخوام بهش بزنم اگه به فیل بزنی درجا میافته. متوجهی؟ این تا 48 ساعت بیهوشه. فقط هر 1 ساعت یه بار یه سر بهش بزن. اگه دیدی لاچشش وا شد یه چوس از این بهش بزن. ببین عزیزم، شما اگه غذا خوردن منو دوست نداری میتونی نگاه نکنی. آقانم دلت نمیاد بلاک کنی، خودم میکنم. موجه ها وای قربونت برم. This is a secret. نمیتونم الان بهت بگم ولی بهتون قول میدم به زودی یه پست میذارم آرایشگرم بهتون معرفی میکنم. وای شهلا پرویزه عزیزم دارم لایف میذارم. نوشته 3 تا مسیج دادم شهلا زنگ بای های مامارو که میشناسین که هیجان زده میشه همه چی یادش میره. قطع کنین لایو پول تو اونا نیست، پول تو اونه. آه بذار برم جوابشو بدم. سلام خوبی؟ خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. ببین من بیشتر دلم براتون تنگ شده. برا من؟ برا شهلا جون. هم شما هم شهلا جون. آره دست همو بگیریم فوری بیاین اینجا. مامانم کشته منو. میخواد شما رو از نزدیک ببینه. نه یعنی آره میاییم. خب شما بیا. مامان جون خوبه؟ مامانم شما رو ببینه فکر کنم. خب دیگه من مجبورم ازتون خدافظی کنم. این لایو رو قطع میکنم ولی مطمئن باشین به زودی یه لایو دیگه شروع میکنم. باشه؟ اقامتمونو وای خدایا فرنگ. وای راست میگی؟ شهر جفتمونو. شهلا جون شهلا. چته تو؟ چی شده؟ وای مامانش اقامت نشون حلقه. میفهمی چی میگم؟ نه با اینو باید جمله بسازم؟ نه بابا مامانش میخواد ببینتمون جفتمونو. میخواد نامزد کنیم، نشون رد و بدل کنیم، حلقه رد و بدل کنیم، ازدواج تمام. آها فهمیدم. این یعنی این که مامانش به جای اینکه تو رو ببینه میخواد منو ببینه. بعد به جای اینکه تو رو نامزد کنن منو نامزد میکنن. لابد به جای تو من باید برم عروسی بکنم، لابد به جای تو من باید بزام. ببین یه جمله گفت خیلی قشنگ گفت هر دوتاتون برا من مثل هم میمونین. ما دوتا رو به یه چشم نگاه میکنه. یعنی چی؟ من نمیام. شهلا تو رو خدا به خاطر من. شهلا این بارو ببین اصلا خودت بهش بگو. اصلا خودم میام بهش همه چیو میگم، همه چیو توضیح میدم. این شانس ازمون نگیر. میخوایم بریم اونور فرنگ زندگی کنیم، گیرین کارت. تو اصلا میفهمی چی داری میگی؟ بیا بریم تو رو خدا پاشو بریم. ببین منیر این دفعه آخره. جونتو قربونت بره مومو. باشه دفعه آخره. اکبر طلا. هر وقت با این دایی کار دارم معلوم نیست کجاست. تو اکبر ندیدی؟ من طلایی جستو نمیبینم. نگو اینجوری دیگه. حالا همه چی داره درست میشه، به گوش آنابل میرسه، داستان درست میکنه برامون. ای وای یه موقع داستان نشه. حالا فکر میکنی من برام فرق میکنه؟ بفرمایید اینم قصه دومت. فردام که بقیه‌شو میگیری و واسه خود میری عشق و حال. فکر می‌کردی اینقدر زود پول داشتی؟ حالا می‌خوای چیکار کنی با این همه پول؟ بیا راجع به این مسئله مهمتر با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی خوب. یه چیز مهم. فردا چند نفر مهمون داری؟ یالا مسئله مهمه؟ خب معلومه که مهمه. فردا مراسم عقد تالا رزرو کردم. باید بفهمم چند نفرن یا نه. من هیچ مهمونی ندارم. به خودم بود نمیومدم. میام ولی شام نمیخورم. یعنی چی؟ به خواهرت هم نمیخوای بگی بیاد؟ خواهرم بیاد اون عروس خانم ببینه پس میافته که. من فکر کنم عادت دارم به کارات. عادت نکردم. تو چی از من میدونی که اینو بدونی ها؟
یه سوال میپرسم ازت، فقط به یه شرط. چی؟ که راستشو بگی. خیلی خوب بپرس. ببین اگه شرایطی نبود، یعنی تو موقعیت دیگه با هم دیگه آشنا شده بودیم یا شرایطش با تو الان خدا ادامه نده. خواهش میکنم ازت این رمانتیک بازی رو دیگه در نیار. حداقل واسه ظاهر سازی و اینا باید همه چی طبیعی باشه. باشه. طبیعیش میکنم. اومدم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. این برادر شوهرته یا خواهر شوهرت؟ برادر شوهرمون، یادت نره. تو هم الکی قضیه رو جدی گرفتی ها. وا مگه تو جدی نگرفتی؟ میدونیم که چایی دماده شده، دارم قهوه میارم براتون. اومدم یه 30 ثانیه دندون رو جیگر بذارین. اومدم. همین الان اومدم. زحمت نکشید. دو دقیقه اومدیم خودتون رو ببینید. ببخشید معطل شدین. وای آنابل جون چقدر خوشگل شدی. اومدم اینجا یه چیزی کوچیکی بهت بگم. واقعیتش اینه که من هیچ وقت از تو خوشم نمی اومده. بعد راستشو بخوای در آیندهم مطمئنم از تو خوشم نخواهد اومد. میدونم دست بزن داری، ولی این جمله رو به عنوان داداش کوچیکت از من بپذیر. این ازدواج از ابتدا غلطه. غلطه؟ غلط کردی غلطه. تو همچین کاری نمی‌کنی ها. ما هممون به این پول احتیاج داریم. چی؟ نشستی تو آینه برای من حرف مفت میزنی؟ بیا تو برو بشین جای من پای سفره عقد. چک شمال خودت. یه چیزی رو از الان بهت بگم. من نیستم آقا جون. نمیخوام. نمیخوای؟ چرا نمیخوای؟ مگه دست توی که نخوای؟ تا اینجا کار درست پیش بردیم، خرابش نمی‌کنی ها. بعدشم این همه آدم طلاق میگیرن. تو هم 2 روز بعد طلاقش بده. بابا چی میگی برای خودت؟ کی جرأت داره با این کرکودیل صحبت طلاقو بکنه؟ چی بگم والا خوددانی. بابا اخ با توه. اصلا میدونی چیه داداش؟ من تصمیممو گرفتم، هیچ رقمه هم نیستم. الان میرم به خودشم میگم ترسی ندارم. تو هم وایسا اینجا تو آینه خودتو بکش. کی میشه شما اینجا بشینی؟ من جای داماد. ایشالله. دیر نشی. چیگاری شده ما؟ سلام علیکم. داش قربونت برم، نمیخوام کلاهبرداری کنیم که. بگو بذاره اونجا پوله رو بره، من 9 اونجام، فردا سر ساعت 9 صبح میریم معذر دیگه. آره آقا جون، قطعی گود بای. یه بار دیگه تکرار کن ببینم. قطعی بای. آره قطعی بای. چیه؟ من وقتی استرسی میشم این مقدار صدام کلاف میشه، دست خودم نیست. خاک تو سر من که نفهمیدم. من ولی فهمیدم، هم خیلی ناراحت شدم. اینا چیه به من داری میگی؟ تو مردی طلبکار منم شدی؟ نه تو مردی. آقای جوجه وکیل، داستان دیگه داره تموم میشه. وقتشه که همه مدارکا رو کنی. زرشک جوجه وکیل خوب اومدی. من فکر میکردم خیلی زبلن، تو رو که دیگه فکر میکردم آخرشی. با این همه هفت خطیت باورت شد من وکیلم؟ وکیل کجا بود پسر خوب؟ همین خواب اومده رو ببینی. پس این جوجه ها رو یه ملاحظه بفرمایی. بایسته ببینم. این که خواهر منه. نه خواهر منه. عجب آدم. بیا بریم ببینم. ببخشید خانم، اینجا چه خبره؟ عروسی آنابل جان هستش. آنابل که منم. شما؟ من محشیدم.
بزرگ شدی وحشی جان. چه خبره؟ یخچالشو ببین. پشت یخچال کسی نبود که. یه بیرون برای من شبیه عروسانامه رو. نمیخوای یه ماچ کنی. نگاش کن. این آنابل نیست فیکه. آنابل واقعی ایشونه. من آنابلم. آنابل؟ ببین دستت برای همه روش شده، سیاوازیاتو تمومش کن. گرفتی؟ با اون صدا خشدار بالات صحبت کن. بگو. ما اگه شانس داشتیم اسم اون شمسی بود تا الانم 4 تا بچه داشتیم. اوی خوبم. این کارم. ببینم آنابل شمایی؟ بله من آنابلم. چشاشو چه رنگی داره ای وای. لنز چشا. شما خیلی عاشق چشمی. میگم کله پس نبودی قدیم. مراقب باش این کورولاه چشم شالیش نیستم. الان زنگ میزنم 110 ببینم پلیسم بیاد. اینقدر شیرینی تو. آره ممکنه عروس شلوغ بشه زنگ بزن. ببخشید اول آشنایمون اینجوری شروع شد. خواهش میکنم. خدا یکی یار یکی شهلا یکی زندگی یکی. منیر عشق. اورژانس همین بره دیگه. بله. وایسا ببینم. صدای کت قرمز است. بلند شو ببینم. چه غلطی میکنی اینجا؟ اومدم عیادت بیمار. تو بیمار حالیت میشه با این صدای نکرت بیمارستان گذاشتی رو سرت؟ بشیر جون صدای خوب ایمنی بدن مریضا رو میبره بالا. صدای خوب چه دخلیش به تو؟ چلو تو صدا تو ببر. اگه همین آقا درباری نبود ما هنوز تو اون خونه تنها پیچ بودیم. راست میگه ما رو نجات داد. خودم نجاتشون دادم. به این میگن درباری، انگار به من فوش میدم. شاید چقدر بلند حرف میزنی. صداش ولی خوبه. زنده باشی. آقا درباری جون دلم. میشه لطف کنی یه دهن دیگه برامون آواز بخونی؟ نگاه کن. چطور اوضاع؟ حالش چطوره دکتر؟ خدا رو شکر به موقع رسوندن و کارهایی که باید براش انجام بدیم دادیم. یه خورده استراحت کنن میتونیم ببریم. امید خدا. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. متشکرم. به سلامت. دیدی چه بوز آوردیم؟ هرچی رشته کرده بودیم پنبه شد. تو میخوای چی کار کنی؟ من یه سرویس آباجان خدا بیامرز برام مونده، میخوام همونو بفروشم اگه بشه پول پیش خونه بدم یه جای کوچولو بگیرم. راستی یادت باشه چک نبری بانک برگشت بزنه، موجودی تو حساب نیست. یعنی من این قوی معرفتم؟ حواسم هست. تو چی کار میکنی؟ بستگی به آنابل داره که از من شکایت کنه یا نکن. حق با شماست. قبل از اینکه هر چیزی رو بگیم باید بگم مدارکتون آماده کردم. من برای مدارک اینجا نیومدم. میدونم دنبال وصیت‌نامه‌تونین، اونم آماده است تقدیم میکنم. وصیت‌نامه رو نمیخوام. فقط راستش یه سوالی ذهنمو مشغول کرده. خواستم بپرسم که چشمات لنزه؟ نه. موجه‌ها چی مصنوعیه؟ خیر. مال خودمه. بفرما بیشین. انسان همه چی فروش باشه، آدم فروش باشه. بیشین بابا. بفرما. پردو جان کی؟ اوزی بیله بابا. دعا بیله. عباس داداش رفت تو تسبیح داداش. دیده داشت پرویز چی گفت؟ با کی داریم زندگی میکنیم؟ با کی داریم حبس میکشیم؟ با کی داریم نون نمک میخوریم؟
آقا پرویز جونم دوست نداشتیم اینجور جا باز ببینیم تا مجددن. عباس داداش به خدا خیلی اولش اومدش گفتن اعلام کردن ورود کرده ناراحت شدن، ولی چند وقت بیرون بودی چیکار کردی؟ کجا بودی؟ خیلی جاتون خالی بود، یعنی جای همه دوستانم سلول خالی بود. والا من تا اینجا رفتم بیرون بلا فاصله ویزا گرفتم، دعوتنامه‌ام روش، رفتم امریکا. یه راستم ترمینال کالیفرنیا پیاده شدم. هر چی چشمون دید آقازاده بود. یه دونه آدمی معمولی به طوری ما نخورد. یه معمولی خورد جای خواهرم باشه، انابل. خودمون شدیم جای اون، اومدم اینجا. انابل زنده بود، الان عروسیشه. شهلا یار مهربونو، شهلا یار مهربونو، اسم تو آروم جونو، اسم تو آروم جونو، رفتی سفر، اشاره با هم بریم سفر. ممنونم آقا درباری، ممنونم، عالی بود. من واقعا دوباره تحت تاثیر اجرای شما قرار گرفتم. امشب با تمام وجود و احساسم به این اجرا میگم بله، زنده باشی. واقعا آقا درباری هنر رو به حد اعلای خود رساندن. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید خواهش می‌کنم. ببینم پسر جان، کی به تو گفت بیا بشین پای سفره عقد من؟ شهلا. شهلا بیجا کرد با تو؟ تو نمیخوای خانواده ما خروج کنی؟ شهلا ایشون تازه میخوام به خانواده ما ورود کنن. ایشون میخوام ورود کنن؟ پسر جان تو آینه خودتو دیدی؟ آخه به لحاظ طبقاتی هم به هم نمیخوریم. ما اینجاییم شما اینجایی ما اینجا. چی میگه این؟ ولی صدای مهربونی داره ها. مرسی. منابل منتظر شما. مبارکا باشه، مبارکا باشه، مبارکا باشه. عروس آوردن از خونه بیرون، میارن امرش آینه با شمدون. داره داماد میاد، داره داماد میاد، شو شاخ شمشاد. میارن امرش گلهای خندون، همه میگن از دل و جون مبارکه عروسی تو. همه میگن از دل و جون مبارکه عروسی تو. عروس چقدر قشنگه قشنگه قشنگه، داماد چقدر قشنگه قشنگه قشنگه. به پایم پیر بشن الهی الهی، با قلب پاک و روشن الهی الهی. همه میگن از دل و جون مبارکه عروسی تو. همه میگن از دل و جون مبارکه عروسی تو.
عروس آوردن از خونه بیرون، میارن امرش آینه و شمدون. داره داماد میاد چون شاخ شمشاد، میارن امرش گلهای خندون. همه میگن از دل و جون مبارکه عروسی تو، همه میگن از دل و جون مبارکه عروسی تو.